دلا نزد کسی بنشین که از دلها خبر دارد. به نزد آن درخت رو که او گلهای تر دارد. و بازار عطاران مرو تو همچو بیکاران. به دوکان کسی بنشین که در دوکان شکر دارد. برادران عزیز، حاضران محترم، چه نوعی که دوملا حضرت تذکیر برای ما بزرگواری کردند و نوبت دادند و حضرت خود هم برادری بزرگوار ما اکبرشاه قاری را تبریک کردند. ما هم باشد در نوبت تبریکی برای ایشان قاری اون تبریکاتی که پیغمبر بزرگوار برای اهل اصحاب تبریک میکردند انشاءالله برای حضرت گفتنی هستیم که بارک الله لك و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. خداوند بزرگوار حیات شما را پربرکت بگردانه و همه خوشی ها و خوشبختی های دنیا و آخرت برای شما نصیب بگردانه و خداوند مهربان و مهر و محبت و شفقت و دوستی بین شما خداوند شما را جمع بگردانه. آمین یا رب العالمین. الحمدلله در این محفل و مجلس ما یکی از کلانزاده های وطن نبیره حضرت ایشان سید اشرف علیه رحمه حضور دارند و برادرها از شهر چیلنی و از یعنی شهر چیلیابینسک مهمان هستند. قدم های هر کدوم اینها را خیر مقدم میگوییم. خداوند بزرگوار در هر قدمتون براتون اجر و ثواب زیاد نصیب بفرماید. خداوند بزرگوار هر قدم شما را سبب رفع درجات و کفارت گناهاتون بگردانه. الحمدلله که این لحظه ما و شما در محفل مجلس اشتراک داریم که این محفل مجلس نزول رحمت هست. محفل مجلس مباهات پروردگار در بین ملائکه ها است. الحمدلله این محفل مجلس از جمله اون محفل ها و مجلس های هست که وقتی که ما و شما این محفل را به پایان میرسانیم روایتی هست که پیغمبر بزرگوار گفتند که از جانب خداوند به سوی ما خطاب می شده است که از جایهای خود برخیزه که من همه گناه های شما را بخشیدم. از جاهای خود بیرون شوه، یعنی از این محفل بیرون شوه که من همه گناه های شما را بخشیدم. انشاءالله این محفل ما از جمله اون محفل ها و اون مجلس ها است. اکنون الحمدلله که این محفل ما در اکثر جوان ها و طالب علم های اهل قرآن هستند. من میخواهم این لحظه یک چیزی درباره یعنی این کلام الله قرآن، این هدیه الهی، این نوری که حیات ما را نورانی میبخشه و قلب و وجود ما را پر نور میگردانه درباره یعنی قرآن، عمل کردن و قرآن یک چیزی صحبت داشته باشیم. الحمدلله که همه ما و شما به این کلام یعنی به این کتاب که کلام الله هست ایمان داریم که سراسر همه گفته الله هست، هدیه الله هست، نور الله هست، هدایت الله هست. این امانت در دست ما هست. رب العالمین این کتاب در خود قرآن یعنی به 12 نام بر کرده است. جای فرقان گفته است، جای روح گفته است، جای نور گفته است، جای قرآن گفته است. الحمدلله ما در جامعه شخصیت های داریم که این کلام الله در قلب های خود حفظ کردگی است. این شخصیت ها به سبب تلاوت خود، به سبب تعلیمات خود جامعه ما را پرنور و پربرکت میگردانند. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم در حدیث مبارکشون فرمودند که خیرکم من تعلم القرآن و علمه. گفتن بهترین شما شخصیتی هست که این قرآن تعلیم میگیره و این قرآن به دیگرها تعلیم میگیره. یعنی این امانت الهی را، این هدیه پروردگار. قرآن در اصل یک چیزی عادی نیست، یک چیزی نیست که ما نسبت به او بی اهمیتی داشته باشیم. قرآن کتابی هست که رب العالمین میگه هدی للمتقین، هدایتگر، راهنما و راهبر
برای انسانهای متقی هست. متقی که هست؟ شخصیتی که با گفته الله زندگی میکنه، شخصیتی که از تمام محرمات خود را معن میدارد، شخصیتی که خدا ترسی دارد. این قرآن او شخصیت هدایت میکنه. و سوی کجا؟ و کجا راهنمایی میکنه؟ به سوی جنت، به سوی الله، به سوی عزت، به سوی حرمت، به سوی بخت و سعادت، هم در دنیا هم در آخرت. خداوند این قرآن همچون نفرستاده است که ما فقط برای بیماری ها بخوانیم، برای مرده ها بخوانیم، یا اینکه برای دیگر. خداوند این قرآن هدیه را فرستاده است تا اینکه ما حیات خود را عوض کنیم، دیگرگون کنیم. به تعبیر محمد اقبال می‌فرمایند چون به جان در رفت جان دیگر شود، جان که دیگر شد جهان دیگر شود. این قرآن وقتی در جسم و وجود و بدن و حیات هر شخصیت داخل شد، یعنی هر شخصیتی که این قرآن در حیاتش عملی کرد، حیات او دیگرگون می شود، حیات او نورانی می شود، حیات او حیات رحمانی و حقیقی می گردد. یعنی رنج و مشقت، درد و داغ، مصیبت و ناراحتی از حیات او شخصیت دور می شود. برادران بزرگواری من، متاسفانه امروز این رنج و مشقتی که در حیات ما آمده است، این قدر غریبیه که اثر میگردانیم، میگذرانیم، طعنه و منتی که از روی غریبی میبینیم، سببش این است که ما یک مقدار از گفته قرآن دور شده ایم. یک مقدار از گفته قرآن، به تعبیر مولانا میگه ز فرمان قرآن چرخ تافتی، بجای خوشی ناخوشی یافتی. ای مسلمان، از روزی که از قرآن دور شده، از علم قرآن دور شده، از از تعلیم قرآن دور شده، بجای خوشی ناخوشی یافته. ای غریب استی، بیقدر استی، بیبرکت شده، محبت ده یعنی در جامعه نمانده است. قرآن کتابی هست که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه روایت میکنن، میفرمایند که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم فرمودند که ان الله یرفع بهذا الكتاب اقواما و یدع به آخرین. قرآن کتابی هست که الله بزرگوار یک گروه بنده هایش را به حکم و قانون و عمل این کتاب به چنان درجهشون بلند و عالی میکرده است که از عرش ده هم درجه اونها بالا میشده است. یعنی که به نزد خدا میرسیدن، در درگاه خدا قرب پیدا میکردن، حرمت، فضیلت، عزت و شرافت و کرامت در درگاه خداوند پیدا میکردن. اما یک گروه دیگر خداوند از روی این قرآن به چنان خار و ذلیل و بدبخت و رسوایی میکرده است که از همه پسترین پستی ها جهنم و دوزخ قرارگاه و جایگاه اونها میشده است. کدام انسان خداوند عزت میده؟ شخصیتی که به این قرآن چنگ بزنه، شخصیتی که این قرآن دستورالعمل زندگیش قرار بده، شخصیتی که از این قرآن استفاده ببره. او شخصیت الله رب العالمین یعنی که حیات دیگرگون میکرده است، به جنت یعنی اهل جنت میگردانده است. اما هر شخصیتی که قرآن رها کرد، به قرآن عمل نکرد، قرآن در خانه او غریب شد. متاسفانه در اکثر خانه های ما قرآن غریب است. اگر میبینید در یک بلندی گذاشته شده است، در بالاش گرد و غبار ریخته است. عارفا دوستای خدا از زبان قرآن با ما صحبت میکنن. قرآن میگه اینشونین با ما صحبت داره که میگه که من چی کردم با شما که خار و زارم کرده اید، پیش هر لامذهب به اعتبارم کرده اید، در میان کوچه پرگرد و غبارم کرده اید. در قیامت از شما قرآن شکایت میکنه. پناه به خدا. قرآن میگه از من چی بدی دیده، من چی ضرر و زیان در شما رساندم که من غریب کرده. قرآن خیلی هدیه قیمت از جانب الله رب العالمین است. به همین خاطر من و شما برادران عزیز بزرگوار، رب العالمین ما امر کرده است که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. همه شما ای مؤمن ها و مسلمان ها به این ریسمان خدا، یعنی مفسران گفتن حبل الله این قرآن خدا هست، بعضی از اونها گفتن دین خدا هست، چنگ بزنه یعنی عمل کننده باشه، اینها را در حیات عملی کنه. حتی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در روایت میفرمایند که القرآن مأدبة الله فی الارض. قرآن این یک سفره پر از یعنی ناز و نعمت های پروردگار در روی زمین است.
ما فکر نکنیم سفره فقط هم ضیافت یعنی طعام خوردنی هست. عزیزای خدا میگویم برای هر انسان دو نوع غذا لازم است، غذای مادی و غذای معنوی. غذای مادی از خوردن است. انسان گرسنه ماند، جسم و بدنش بی قوت میشه، بدنش میلرزه. اما وقتی خورد بدن قوت پیدا کرد، این انسان چیکار میکنه؟ یعنی وقتش خوش میشه، آرام میشه. وقتی انسان خود جسم و بدن قوت پیدا میکنه. اما وقتی که انسان از این قرآن شنید، روح ایمانی و انسان قوت پیدا میکنه، روح ایمانی و شخصیت سیر میشه. پیغمبر بزرگوار تا این قرآن یک سفره پر از ناز و نعمت پروردگار در روی زمین است. متاسفانه ما امروز مثل بیمارهایی که در بالای یک دسترخوان پر از ناز و نعمت میشینن اما استفاده بردن نمیتونن، مثل همون شدگی هستیم. میگو مرحمت کو بفرما، طعام بگیر، از این نوش و نعمت استفاده بر. میگه میبخشی از من معدم در میکنه، خوردن نمیتونم. یعنی نعمت خدا برای او ضررناک شده است. ما این شنید شده است که ما امروز از قرآن استفاده برده. از چی رو؟ از روی که از علمش دور ماندگی هستیم. اکثر مسلمان و مسلمان زاده امروز قرآن خوانده نمیتوان. ما باید با علم قرآن یعنی آشنا باشیم، از علم قرآن خبردار باشیم. متاسفانه امروز اکثر مسلمان های ما از این قرآن خیلی دور هستند. برادران عزیز بزرگواری من، به این خاطر جناب پیامبر این قرآن گفتن چی هست؟ هر چیز انسان میخواه از قرآن پیدا کرده میتوان. لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. رب العالمین میگه یگان تر خشک نمانده است مگر اینکه الله رب العالمین او را در قرآن بیان کرده است. قرآن درباره احترام پدر و مادر صحبت میکنه. قرآن درباره معامله بین زن و شوهر صحبت میکنه. قرآن درباره محبت و معامله اکا و دادر، یار و برادر و دوست صحبت میکنه. درباره نکاح و طلاق صحبت میکنه. درباره خرید و فروش، در تمامی باره این قرآن با ما صحبت میکنه. اما متاسفانه ما از این دور موندگی هستیم. برادران عزیز بزرگوار ما باید به این قرآن چنگ بزنیم، به این عمل داشته باشیم. باید این در حیاتمون غریب نکنیم. چون که حتی روایت از جناب پیامبر صلی الله علیه و آله که هر انسانی که قرآن در حیاتش غریب کرد، این قرآن در قیامت از او شکایت میکرده است. در نزد خدا میگه ای پروردگار، این هدیه که تو به این بنده تا فرستادی قبول نکرد. من در یک خلطه، در یک چیز گذاشت، در یک جا کشال آویزان کرد. من در خانهش غریب بودم، من بار تلاوت نکرد. قرآن شکایت میکرده است. و همین خاطر برادران بزرگواری من باید به این قرآن ما آشنا باشیم، چنگ زنیم. هر حرف قرآن 10 ثواب داره برای تلاوت کنندش. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میفرمایند که ولا اقول الف لام میم حرف. میگه شما نگید که الف لام میم یک حرف است، ولکن الف حرف و لام حرف و میم حرف. لکن الف یک حرف است، لام یک حرف است، میم یک حرف است. در یک الف لام میم خواندن انسان 30 ثواب از خود میکنه. وقتی که انسان الف لام میم میخونه، قرائت میکنه، در یک الف لام میم انسان 30 ثواب از خود میکنه. و موافق بعضی روایت ها در قرآن 321,000 حرف است. 321,000 ضرب بزنی بده، یعنی ثواب چقدر ثواب زیاد میشه. متاسفانه ما از این ثواب دور هستیم برادران عزیز. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم وقتی رحلتی از دنیا شو بودن، وقتی بیماری ها لحظه های آخرانشون بودن، برای ما یک وصیت کردند، برای ما امت ها و پیروا. حضرت گفتن ترکت فیکم شیئین لن تضلوا ما تمسکتم بهما. گفتن من از بین شما میروم، من جاوید یعنی همیشه که در بینتون باقی نمیمانم، اما برای راهنمایی و راهبری شما از خودم 2 چیز باقی میگذارم. هر انسانی که به این 2 چیز چنگ بزنه عمل کنه، در دنیا بدبخت و خوار و رسوا نمیشود و در آخرت به عذاب پروردگار مبتلا و گرفتار نمیگرده. این 2 چیز چی هستن برادران عزیز بزرگوار؟ پیغمبر بزرگوار گفتن کتاب الله و سنت رسول. کتاب الله و سنت های جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم. و 2 چیزی که ما را هم در دنیا خوشبخت میکنه، هم در دنیا نجات میده، این یکمش کتاب الله، دویمش سنت های جناب پیغمبر. یعنی رفتار و کردار، فعل و اخلاق پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم. وقتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خداوند در قرآن وصف میکنه، پروردگار میگه استعیذ بالله و انک لعلی خلق عظیم. ای محمد صلی الله علیه و سلم تو دارای اخلاقی بزرگ هستی. از حضرت عایشه مادرمون پرسیدن، گفتن جناب پیغمبر چی اخلاق داره که خداوند یه تعریف کرد، وصف کرد که ای محمد دارای اخلاقی بزرگ هستی؟
حضرت عایشه مادرمون گفتن که اخلاق جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم سراسر قرآن است. پیغمبر یگان قدم از گفته قرآن بیرون نمیگذاشت. حیات قرآنی داشت، دیدار قرآنی، گفتار قرآنی، یعنی تمام فعل و کردار قرآنی داشت جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم. برای من و شما هم برادران عزیز و بزرگوار این ضرور است. به تعبیر دوستای خدا می‌فرمایند که گر تو می‌خواهی مسلمان زیستن نیست ممکن جز به قرآن زیستن. اگر بخواهی که سلامت زندگی کنی، در دنیا و آخرت سلامت بمانی، دوستای خدا میگن که برات ممکن نیست. فقط یک راه داری، به قرآن زندگی بکنی. قرآن دستور العمل زندگی قرار میدی. محمد اقبال میگه زی قرآن پیش خود آینه آویز، دیگرگون گشته از خود بگریز. میگه از قرآن در پیش خودت همچون آینه قرآن رو بگذار، حیات خودت نگاه کن، رفتار و کردار خودت نگاه کن، یعنی تعلیمات قرآن دیگرگون شده، یعنی که از قرآن رنگ بو نداری. و این خاطر من شما برادران عزیز بزرگوار حرکت کنیم که به این کتاب چنگ بزنیم، به علم این یعنی آشنا باشیم، قرائت داشته باشیم، تلاوت داشته باشیم. قرآن بهترین رفیق است برای انسانیت، خصوصا لحظه های آخری حیات. وقتی انسان به پیری میرسه، از او فرزندش هم رو میگردانه، نویرش هم رو میگردانه، دختر زنش هم دیگر رو میگردانه. فقط یک راه داره، اگر بتواند قرآن میکشه، تلاوت با خدا صحبت میکنه. قرآن صحبتی با پروردگار است. حتی الله با او صحبت. در یک روایت جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم هر انسان بخواد که با خداوند صحبت کنه نماز بخونه، اما هر شخصیت اگر بخواد که خداوند با او صحبت کنه قرآن بخونه، چون که قرآن سراسرش کلام الله است، گفتار الله است. و این خاطر من و شما برادران عزیز بزرگوار حرکت کنیم که اهل قرآن باشیم، تلاوت قرآن داشته باشیم. در روایت جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم که قرآن تلاوت کنه، این قرآن در روز قیامت برای شما شفاعتگر میشه. شخصیتی که در دنیا عادت و یعنی وظیفه تلاوت قرآن داره، در روز قیامت قرآن خداوند مجسم یعنی جسم میگردانده است. قرآن در نزد خداوند میخیسته، میگه ای پروردگار اختیار این شخصیت در دست من بده تا اینکه من از دست این بگیرم برام میره داخل جنت، چون که این در دنیا من تلاوت میکنه، در دنیا من غریب نگردونده. و این خاطر برادران بزرگوار من حرکت داشته باشیم که ما اهل قرآن باشیم. اصل قرآن خودش علم هست، یعنی علم عزت انسان است، علم شرافت است، فضیلت است. در یک روایت جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته که شرف الانسان بالعلم والادب لا بالمال والنسب. شرافت و بزرگی انسان در علم هست، در پرهیزگاری و خدا ترسی است، نه در دارندگی و یعنی نسب داری. و این خاطر ما و شما پیغمبر بزرگوار برای ما تعلیم دادن که برای جمله اومد گفتن کن عالما، گفتن حرکت کن که عالم باش. ای امتی من حرکت کن عالم باش. اگر عالم شوی خدا تو را هم در دنیا هم در آخرت عزت میکنه. والذین اوتوا العلم درجه، آیت قرآن است. الله رب العالمین میگه شخصیت هایی را که ما براشون علم دادیم برای اونها یک درجه خیلی بالایی دادیم. در روایت جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم که هر شخصیتی که فرزندش عالم میگردانه، در روز قیامت خداوند در سر این یعنی شخصیت، در سر پدر و مادر همین طالب علم از نور یعنی تاج میگذاشته است، در تختها و منبرهای نور شخصیت ها را میشنانده است. اهل محشر میدیدن که خداوند این جمله مردم چقدر عزت داده است. اهل محشر میپرسیدن میگفتن اینها پیغمبرای خدا هستند؟ ملائکه میگفتن نه، پیغمبرها نیستند. اینها اولیاها هستند، صدیقین و شهدا و صالحین هستند؟ ملائکه میگفتن نه. اهل محشر میپرسیدن نباشه، میگفتن اینها کی هستند خدا امروز قدر عزتشون داده است؟ ملائکه میگفتن اینها پدر و مادر یک عالم هستند. اینها شخصیتی هستند که در دنیا فرزندشون را تعلیم دادن، فرزندشون را در راه خدا بخشیدن، فرزندشون اهل قرآن گرداندند. خداوند از روی فرزندشون برای اینها علم داده، یعنی عزت داده است، حرمت داده است. و این خاطر جناب پیغمبر صلی الله علیه و برای ما تاکید کردن، گفتن عالم باش. حتی در یک روایت میگه که اطلب العلم من المهد الى اللحد، طلب کن علم از درون گهواره تا با درون لحد بردن. علم اینجا علم قرآن است، علم حدیث است. پیغمبر بزرگوارتان از درون گهواره تا درون لحد طلب علم داشته باش. اگر عالم نباشی، جناب پیغمبر چی گفتن؟ گفتن او متعلما، گفتن عالم نباشی حرکت متعلم باش، درسگیر باش، طالب علم باش. اگر طالب علم نشدی او مستمعا، جناب پیغمبر گفتن اگر طالب علم نباشی گوش کننده باش. هر جایی که درس میشه، صحبت دینی میره، هر جایی که گفته خدا میگذره برای گوش کننده باش. در چهارم جمله پیغمبر بزرگوار گفتن او محبا،
اگر گوش کننده هم نباشی دوستدار اینها باش. اهل علم ها را دوست بدار، طالب علم ها را دوست بدار، قاری بچه ها را دوست بدار، شخصیت هایی که در راه خدا هستن اونها را دوست بدار. فلم تکن خامس. جناب پیامبر گفتن ای جمله پنجمش نباش. پنجمش چیه؟ ای مبغض. گفتن یعنی بدبین اینها نباش که فتهلک، هلاک میشوی. اگر اهل علم بد دیدی، اهل قرآن بد دیدی، دوستای خدا را بد دیدی، پیغمبر بزرگوار گفتن هلاک میشه. به همین خاطر برادران عزیز بزرگوار حرکت داشته باشیم که من و شما اهل یعنی قرآن باشیم، اهل حقیقت باشیم، یعنی حرکت کنیم قرآن در حیات غریب نکنیم. مثل حضرت ایشان قاری دادرمون که امروز توی دارن، چنین فرزندها با جامعه را ببخشید، فرزندان یکش در راه خدا ببخشید. حرکت کنیم که فرزندای ما عالمی در دین باشن، خادمی در دین. فرزند اگر صالح باشه پدر همیشه از جانب او رحمت میشنود. یک مقاله تاجیکی داره که فرزندی خوب باغ پدر، فرزندی بد داغ پدر. فرزند خوب باشه ان شاءالله که اگر فرزندی هر کدام من و شما این لحظه در جای من اگر صحبت کنه، پدرش سرش از عرش بالا میشه، افتخار میکنه، در اصل جای افتخارش هست، میگه فرزندی من صحبت داره. یا فرزند یک کدام اگر در چنین محفل ها قرائت کنه جای افتخارش هست. اما خدای نخواست اگر فرزندی ما بد شود، بگن فرزند در فلان جا مست است، فرزند فلان کاری گناه کرده، پدر خیلی خجالتمند میشه. برای برادران عزیز بزرگوار الحمدلله اکثر ما امروز پدر هستیم، فرزند داریم، حرکت کنیم حدی اقل یک فرزند مون در راه خدا ببخشیم، یک فرزند یعنی عالمی در دین کنیم، خادمی در دین کنیم، قاری در دین کنیم، تا اینکه در خلق خدا در جامعه خدمتگار باشه، تا اینکه وقتی که در نزد خداوند رفتیم پروردگار از این نعمتاش ما را میپرسه، از فرزند میپرسه، از جسم و بدن، از مال دارندگی میپرسه. وقتی که الله رب العالمین ما را پرسی جواب داشته باشه، نشود خدای نخواسته که در نزد خداوند بخیزیم خجالتمند و بی آبرو، یعنی با کوه گناه و با روی سیاه باشیم. و این خاطر حرکت داشته باشیم برادران عزیز بزرگوار که نعمت هایی که خداوند برای ما داده است به قدر نعمت های الله برسه. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم در یک روایت برای ما تاکید کردن که اغتنم خمسا قبل خمس، تم 5 چیز پیش از 5 چیز غنیمت بدون. خداوند 5 نعمت برای ما را داده است که اینها امانت هستند، دائمی در اختیار ما نیستند، آخر میگیره اینها را خداوند از ما. میگه غنیمت. غنیمت چی است؟ یعنی استفاده ببر، فایده ببر. نشوه که مثل شخصیت باشه که دارندگی داره و استفاده بردش نمیتونه، یعنی محنت مینه، رنج میکشه، مال جمع میکنه، اما راحتش نمیبینه، فقط اما رنج زحمتش به ایره میمونه. این 5 چیز چیه؟ پیغمبر بزرگوار گفتن شبابک قبل حرمک، جوانی را غنیمت بدون پیش از آمدن پیری. جوانی بهترین نعمت است. عزیزم این جوانی چون بهار است، غنیمت دان خزانش در کنار است. جوانی می رود باری دیگر نیست، رسد پیری جوانی را اثر نیست. جوانی را ببخش در راه معبود، که تا بخشد جوانی عاقبت سود. جوانی را در راه خدا بخش، آخر فایدت ببخشد. دوستای خدا یک مقاله داره، میگه یک روز یک جوان در راه برآمد، دید که یک پیرمرد در بالای یک سنگ در یک چهارراه ایستاده نشسته. بعد پرسیدش، جوان گفت ای پیری دلاگاه، چی گم کردی که بنشستی در این راه؟ میگه پرسیدی جواب پدر بزرگوار، ای سفید محترم، چی چیز گم کرده که در این راه نشسته ای؟ جوابش داد پیری خوش تکلم، که ایام جوانی کرده ام گو. میگه جواب دادی پیرمرد که روزهای جوانی ما گم کردم، که پیدا کردنش محال، ناممکنه، دیگه نمیگرده. جوانی میرود باری دیگه نیست، یک باره. به این خاطر حضرت جوانی را ببخش در راهی، جوانی در راه الله ببخش. زیبش به الله همین است که آخر جوانی برای تو چی ببخشه؟ فایده ببخشه. دیومش جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم که وصیحت که قبل سقمی، یعنی تنی سعادت سلامتی را غنیمت بدون پیش از آمدن چی بیماری، دردمندی. انسان هر چند که لحظه های عمرش رفتن بگیره، اگر یعنی گذشتن گیره، در بدن او سستی و بی‌قوتی پیدا میشه. بعضی اعضاش در بعضی برادرهای ما 40 رفتن و 45 50، بعضی میگه سرم در میکنه، پاچه هام در میکنن، میانم در میکنه. سببش چیه؟ سببش اینه که خداوند نعمت جوانی از او گرفته است. وقتی جوانی برات در بدن انسان پیری پیدا میشه، دیگه از سجده با باری دستات میخیزی، از یعنی از رکوع، از قعده و از سجده. و چی خاطر؟ خداوند این نعمتی که کامل بودی نعمت از تو گرفته است.
پیغمبر بزرگوار تن سلامتی یعنی تنی صحت غنیمت بدون پیش از آمدن دردمندی، یعنی طاعت عبادت کن. در کودکی پستی، در جوانی مستی، در پیری سستی. کی خدا را میپرستی؟ مولانا میگه در کودکی یعنی مستی نفهمی، پستی کنی، در جوانی مستی کنی، ای خدا دوری کنی، در پیر سستی دیگه نمیتوانی. کی میگه خدا را بندگی میکنی؟ و دیگرش غنا اک قبل فقری. جناب پیامبر گفتن دارندگی را غنیمت بدون پیش از آمدن فقیری و ناداری. مال نعمت الله هست، دائمی نیست، از انسان میگذره. ما در همین حیات اندک خودمون بسیار دارنده های دیگه هستیم که امروز بزانو زدگی هستند، یعنی قرضیدار و نادار و چقدر به حالت پیشپستی سخت زدن. بعضی اونها به کسل‌های گرفتار شده هستند از غم از فکر. و همین خاطر پیغمبر بزرگوار میگه دارندگی تا غنیمت بدون، یعنی در راه خدا صرف کن، موافق گفته خدا استفاده بر، زکات ادا کن، در یعنی مسجدها، در طالب علم ها را کتاب بخر، صدقه جاریه چه برای قیامتت. یعنی دارندگی غنیمت. و فراغ که قبل شغلی، آرامی و تندرستی را غنیمت بدون پیش از آمدن ناآرامی. و آخرش پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم تاکید و حیات که قبل موتی، حیات غنیمت بدون پیش از آمدن مرگ. روز میشه برادران عزیز بزرگوار من که حیات ما به آخر میرسه، روز میشه که لحظه زندگی به پایان میرسه. در اصل انسان باورش نمیاد که به تعبیری اون شاعر هم گفته که عجب رسمی است رسم آدمی زاد که جانش میرود باور ندارد، باور ندارد که میمرده باشه. و این خاطر ما حرکت کنیم که لحظه های زندگی مونه در راه دکار صرف کنیم که آخر اهل حسرت نگردیم. حرکت کنیم که یعنی لحظه های زندگی را در غفلت نگذرانیم. و تعبیر مولانا میگه غافل مباش بنده که عمرت دوباره نیست، ذکری خدا بگو که از مرگ چاره نیست، در راه حق بکوش که فرصت غنیمت است، زیرا که روز مرگ و کس آشکاره نیست. لحظه های عمرت غنیمت، در عبادت و بندگی خدا بگذران لحظه های که آخر وقتی ملک الموت هر شخصیتی در تار سرش میدید است که برای قبض روحش آمده است، تمام انسان اون لحظه حسرت میخوده. تمام انسان یعنی اون لحظه چیکار میکرده؟ پشیمانی میکنه، میگه ای پروردگار لولا اخرتنی الی اجل قریب، پروردگار اگر من تأخیر گذاری مهلتم بتی، من یعنی خودم اصلاح میکنم، من در راه تو عبادت و بندگی میکنم که اجانب خداوند دیگه برای تو مهلت نیست، وقت بود میشود. و این خاطر ما و شما برادران عزیز بزرگوار حرکت داشته باشیم، لحظه های عمر در ذکر یاد خدا، در عبادت و بندگی خدا بگذاریم تا اینکه آخر پشیمان از دنیا نرویم.